الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على محمد وعلى آل در آیات گذشته این سوره مبارکه، سوره روم، دلائل مختلفی بر اثبات توحید خوانده شد. تقریبا قبل از این 8 دلیل خوانده شده و این 9مین دلیل هست. الله عزوجل در این دلیل بیان می‌فرماید که الله هست که بندگان خودش را به صورت متفاوت رزق می‌دهد. می‌بینید که برای بعضی رزق فراوان هست، وسعت مالیشون خوب هست، خداوند بهشون زیاد داده. بعضی ها کم، وسعت مالی اونها تنگ هست. لذا این همه در اختیار الله عزوجل هست. دهنده الله هست، زیاد میده کم میده. اولم یروا ان الله یبسط الرزق، آیا نمی بینند که خداوند رزق را فراخ میکند، زیاد میکند، گسترده میکند برای هر یکی از بندگانش که بخواهد، و یقدر، و تنگ میکند. با استعداد بندگان هم هیچ ارتباطی ندارد و با مقبولیتشون هم هیچ ارتباطی ندارد. لازم نیست کسی با استعداد باشه برای او زیاد بده، بی استعداد کم، یا برعکس. نه، تقسیمی هست که حکمتش را او خودش بهتر میداند. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در این هم آیات هست و نشانات هست برای قومی که ایمان میآورند، یعنی مستفیدین من الآیات. قبلا روی این مسئله بحث کردیم که در این که خدای تعالی رزق را متفاوت میده، هم حکمت است، هم دانایی هست. اگر همه بندگان خدای عزوجل از رزق زیادی بهرمند بودند، اگر خدای تعالی به همه زیاد روزی میداد، نظامی که در دنیا داریم، این که خدای تعالی ما بندگان را محتاج همدیگه کرده، نیازمند همدیگه کرده، بعضی دارند بعضی ندارند، این نظام بسیار خوبی هست. اگر بی نیاز بودند همه از همدیگر، اون وقت نظام مختل می شد، به هم می خورد.
حالا این یکی از حکمت هاست، چون که بسیاری هستن خدا به اونها رزق داده ولی اون نیاز به یک سری کارها و خدماتی دارند که باید دیگران برای اونها انجام بدند. خدماتی مثل ساخت و ساز، مثل کشاورزی، مثل باغداری، مثل دامداری. آخه کسانی باید باشند که سر زمینشون کار بکنن، با گوسفندانشون، با کارخانهشون، با بقیه امورشون. و بسیاری را خدای عزوجل رزق نداده، اونا مجبورن برن کار بکنند. لذا این احتیاج و این نیاز دو طرفه هست. این نیاز دو طرفه باعث میشه که هر دو گروه کارشون رواج بیابد. این گروه اول نیاز به خدمات اونها داره، نیاز به باغداری داره، نیاز به کارگری داره، نیاز به کشاورزی داره، نیاز به دامداری داره. از اون قشر دیگه کار میگیره، اون هم نیاز به پول داره، او برای این کار میکنه. در نتیجه هر دو به مطلوبشان میرسن. اما اگر هر دو از نظر مالی فول باشند، نیازی داشته نباشند، پس این کارها را کی میکنه؟ خدمات را کی انجام میده؟ خود به خود مشکلاتی درست میشه. پس ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، این یک نمونهش هست، خیلی نمونه های دیگه هست. بنابراین فآت ذا القربى حقه والمسکین، حالا که به تو خدای تعالی مال زیاد داده، روزی داده، تو به خویشاوندان حق اونها را بده، به مسکین حقش را بده، به مسافر حقش را بده. تو در معرض امتحانی، معرض آزمایش هستی. از اینجا معلوم میشه که بر انسان تنها زن و بچه انسان حق ندارند، بعضی وقتا بقیه خویشاوندان هم حق دارند. مثلا یک انسانی هست که خدا به او سرمایه داده، پدر و مادرش ناتوانند، وظیفه این انسان است که از این پدر و مادر ناتوان نادار خدمت اینها را بکنه، نان و نفقه اونها را بده، حق وجوبی هست. یا یکی از خویشاوندان، بعضی از خویشاوندان مثل برادر، مثل برادرزاده، بقیه خویشاوندان دورتر نزدیکتر وقتی که مشکل دارن باید همین خویشاوند رسیدگی بکن. این یک حق وجوبی هست، این حق نفلی نیست، تفضلی نیست. پس بده به خویشاوندان حقشون را، به مسکین حقش را بده، به مسافر حقش را بده. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، این بهتر است برای کسانی که اراده رضای خدا را دارند. اگر کسی اراده رضایت خدا را داره، حق هر ذی حقی را بده. و اولئک هم المفلحون، این افرادی که حق ذی حقان را میدهند اینها رستگاران هستند. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. حالا ببینی کسی که خرج میکند و به مستمند میدهد یا غیر مستمند میدهد، سه صورت داره که دو صورتش اینجا آمده. یکی اینه که کسی خرج میکنه، نفقه میکنه، کمک میکنه، هدفش چیه؟ هدفش منت گذاشتن هست یا هدفش نشان دادن خودش هست، ریا هست، سمعه هست. اون را ما قبلا خواندیم، در سوره بقره خواندیم که کسانی که الذین ينفقون اموالهم چی میگذارن؟ منت و اذیت، منت میگذارن، اذیت میکنن. یا مثل الذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، برای نشان دادن مردم این کار را میکنند. خب اون حکمش را خواندیم که برای انسان هیچ اجری ندارد بلکه گناه هم دارد. صورت دوم اینه که کسی مال خودش را خرج میکنه، به کسی میده، از او انتظار داره که او بهش عوض بده. مثلا هدیه به کسی میده، انتظار داره که او به او هدیه بده، یعنی به خاطر عوض دادن میده.
این نه برایش اجری هست و نه برایش گناهی هست. این را الله تعالی می فرماید که فلا یربو عند الله، این مال پیش خدا رشدی نداره. شما مثلا به یک دوستتون، به یک عزیزتون یک چیز ارزشمند میده، هدیه، این هدیه بگیر. هدف چیه؟ هدفت اینه که اون عوض به شما بده، اون یه چیز بهتری به شما بده. خب اینجا این هدیه شما، این دادن شما هیچ اجری برای شما ندارد. اجرش همونه که اون بعد به شما عوضش را میده و باز هم لازم نیست او عوضش را بده. اگر شما نیت دارید در دلتون که او عوضش را بده و به او نگفتیم همینطور میگه این هدیه را از طرف من قبول کن، اگر او نداد فردا نمیتونید ادعا بکنید من به او دادم اون چرا به من هدیه نداد. البته اگر به شرط دادی این را من بهت میدم به شرط اینکه یک هدیه خوبی به من بده، اون وقت لازمه اون بده اگر شرط را قبول کرد، ولی پیش خدا اجری ندارد. این صورت دومه. صورت سوم اینه که کسی مالی به کسی میده هدفش رضایت الله عزوجل است، خدا راضی باشه. زکات میده، صدقه نفلی میده، این بالاخره پیش خدا اجر داره. الله تعالی این دو صورت را اینجا آورده. یک صورتش که شما در بقره خواندید، و ما آتیتم من ربا، آنچه که شما میدهید، من ربا یعنی هر مال اضافی، لیربو فی اموال الناس، تاب در مال مردم اضافه بشه، فلا یربو عند الله، نزد الله اون اضافه نمیشه، یعنی برای شما اجری ندارد. و ما آتیتم من زکات، اما آنچه که میدهید از زکات و غیر زکات، تريدون وجه الله، اراده دارید رضای خدا را، فاولئک هم المضعفون، این مال نزد الله چند برابر میشه، این اجر داره، چند برابر میشه. بستگی به اخلاص طرف داره، هرچه اخلاصش بیشتر برابرش هم بیشتر. خب این دلیل نهم بود عقلی که ببینید خدای عزوجل بندگان را از نظر مالی متفاوت آفریده و در این هم آیات هست، در این حکمت ها هست، دلائلی بر وحدانیت الله تعالی هست که ما میتونیم به حکمت هایش پی ببریم. دلیل دهم، الله تعالی می فرماید که همه تصرفات در درون شما انسان ها این به دست الله هست. الله است که شما را از ابتدا خلق کرده، به شما رزق میده، شما را موت میده، دوباره شما را حیات میده. هر چی که در درون شما هست تحول هست، خوب یا بد، از طرف الله است. آیا خدایان کسی میتونه تحولات را داشته باشه؟ این تغییرات را در انسان نمیتونه. پس چرا با خدا شریک میگیرید؟ چرا اونها را مساوی و برابر خدا میدانید؟ الله الذي خلقكم، الله آن ذاتی است که شما را آفرید، ثم رزقكم، سپس الله عزوجل به شما رزق داد، ثم یمیتکم، سپس شما را موت میدهد، میمیراند، ثم یحییکم، سپس به شما حیات مجدد میدهد. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، آیا از شرکای شما، از آلهه و معبودان شما کسی هست که این کار را بکنه؟ هیچی که از اینها را، آیا موت به دستش هست؟ رزق به دستش هست؟ هیچ چی نیست. سبحانه. پس نتیجه این دلیل، اون ذات پاک است و تعالی و برتر و بالاتر است، اما یشرکون، از آنچه که مردم شریک میگیرند. مردم با او شریک میگیرند، از این شرکا خدای عزوجل چیه؟ پاک است، مبرا است. بعد از این ببین دلائل بیان شدند، اما با وجود این دلائل عده‌ای از مردم هستند که بر شرک اصرار دارند.
بر عبادت غیر خدا، بر فریاد زدن و کمک خواستن از غیر خدا اصرار دارند، هنوز شرک میکنند. الله میفرماید که هر فسادی در بر و بحر هست به دلیل همین افراد مفسد است. در دنیا الله تعالی میفرماید که ظهور همه فسادها که میبینید، ظهور همه این فسادها نتیجه عملکرد انسان هاست، نتیجه عملکرد انسان هاست. ببینید من نمونه حسیش را، نمونه مادیش را خدمت شما عرض می کنم. حالا در دنیایی که ما هستیم گاهی از نظر مادی فساد میاد، مشکلات میاد. مثلا میبینیم که محیط زیست خراب شد، آبهای پاک آلوده شد، درختها قطع شد، جنگلها را تمام کردند، کوهها را صاف کردند، همه جا بالاخره دنیا از اون شکل طبیعی و از اون حالت زیبای طبیعی خارج شد. کی این کارها را میکند؟ انسان هستند، حیوانات هستن که بیان محیط زیست را خراب بکنن. حیوانات آیا هیچ وقت شده بیان جنگل را آتش بدند؟ آیا حیوانات هیچ وقت می آیند و آبها را آلوده می کنند؟ نه خیر. تمام آلودگی ها، مفاسد، فسادهایی که این فسادها چی هست؟ فسادهای ظاهری مادی، مثل از بین رفتن جنگل ها، مثل از بین رفتن طبیعیات، مثل آلودگی هایی که ایجاد میشه، مثل از بین رفتن بسیاری از مسائلی که واقعا برای محیط زیست که وجود اونها برای انسان ها مفید است، همه اینها را کی خراب کرده؟ انسانه. تمام دنیا این را اقرار داره. همینطور که سبب فساد مادی کی هست؟ انسان هست. سبب فساد معنوی هم انسانه. یعنی اگر در دنیا خیر و برکت از بین میره، اگر بارانها قطع میشه، اگر قحطی میاد، اگر در بازار کساد میاد، اگر از به خدمت شما زلزله میاد، اگر طوفانهای سهمگین میاد، اینها هم علتشون طبیعت نیست. علت اینها چی هست؟ انسان هست. شما احادیث هم خواندید، آیات هم خواندید که نتیجه عملکرد انسان در همین دنیا گاهی مشاهده میکنه. مثلا زلزله که زیاد میشه به سبب گناهان است. قحطی که میاد به سبب این است که انسانها زکات نمیدهند. وقتی حاکمان ظالم بر انسانها مسلط میشه، دلیلش اینه که انسانها خودشون چی میکنند؟ ظلم میکنند. وقتی که خودشون ظلم کنند، خدای تعالی ظالم های دیگری را بر اینها مسلط میکنه. پس تمام فسادی که در دنیا هست دلیلش کیه؟ خود انسان است. لذا الله میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاهر شد در بر و بحر، در خشکی و دریا، بما کسبت ایدی الناس، به سبب آنچه که کسب کرد مردم، دستهای مردم، یعنی به سبب اعمال کفریه و به سبب اعمال شرکیه. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. حالا در دنیا فساد میاد از یک جهت به نفع انسان هاست، یعنی قبل از اینکه در آخرت خدا این مشرکین را، این بد عمل ها را، این مفسدین را، قبل از اینکه در آخرت خدا گوشمالی بده، در همین دنیا میده تا برگردند، از شرک برگردند، از گناه برگردند، از معاصی توبه بکنند. مثلا قحطی میاد، بیان توبه بکنند، دوباره زکات اموالشون را بدهند، شرک نکنند. زلزله میاد، بعد از اون توبه بکنند. اینا را که خدای عزوجل مشکلات را می آورد لعلهم یرجعون، تا از اون عملکرد سو، از اون مفاسد عملی و اخلاقی دست بکشند. الله می فرماید لیذیقهم، این حکمت ظهور فساد است،
تا بچشاند بعض الذی عملوا، بعض آن چیزی که انسان ها عمل کردند. چرا بچشاند؟ چرا اذیتشون کنه؟ چرا شکنجهشون بده؟ لعلهم یرجعون، تا برگردن از شرک، برگردن از فساد و از مشکلات عملی. حالا الله تعالی میفرماید باور ندارید؟ برید زمین بگردید، اقوام گذشته را مطالعه بکنید، تاریخ را بررسی بکنید، اونها اگر برایشون عذاب آمده به چه دلیل آمده؟ اگر نابود شدند، هلاک شدند، چرا شدند؟ قل سیروا فی الارض، بگو سیر کنید در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، ببینید چگونه هست انجام کسانی که قبل از اینها بودند. کان اکثرهم مشرکین، دلیل از بین رفتن و عذاب بر اونها اینه که اکثرش هم مشرکین بودند، با خدا شریک گرفتند، شرک کردن، خدا تعالی نابودشون کرد. لذا شما ای مخاطبین، شما دیگه برگردید، شما از احوال اونها درس بگیرید. فاقم وجهک للدین القیم. لذا اینجا خدا تعالی قبلا هم این را بیان فرمود، فاقم وجهک للدین حنیفا. دوباره برای تأکید است، بعد از این تحولات، بعد از بیان این همه مفاسدی که در زمین هست میبینید، بعد از بیان این همه عذابهایی که خدا بیان میکنه بر اقوام گذشته آمده، حالا شما چیکار کن ای مخاطب؟ تو برگرد. فاقم وجهک للدین القیم، چهره ات را برای دین استوار، دین مستقیم، یعنی دین اسلام، دین توحیدی، چهره ات را برای اون قائم بکن، راست بکن، یعنی بر اون دین قرار بگیر قبل از اون که روز سخت بیاد، قبل از این که عذاب بیاید. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، قبل از این که بیاد اون روزی که بازگشتی در اون روز از جانب الله نیست. یومئذ یصدعون، در اون روز انسان ها به اعتبار جزای اعمالشون یصدعون، یعنی جدا جدا میشن از هم دیگه، متفرق میشن. گروهی به سمت جهنم برده میشه، گروهی به سمت بهشت برده میشه. یصدعون یعنی چی؟ یعنی یتفرقون. ابتدا وقتی که خدای تعالی حشر میکنه، همه انسان ها با هم هستند، همه از قبرها بلند میشوند، هم نیک هم بده، هم مؤمن هم مشرک، هم منافق هم مخلصه. اما بعدا چیکار میکنه؟ وقتی که حساب و کتاب میشه از هم دیگه جدا میشن. و امتازوا اليوم ایها المجرمون، صف مجرمین جدا میشه، صف مؤمنین جدا میشه، صف کافرین و مشرکین جدا میشه، صف خوبان جدا میشه. پس الله میفرماید قبل از اینکه اون روز بیاید که از هم دیگه جدا میشوید، قبل از اینکه اون روز بیاید که دیگه بازگشتی نیست، همه انسان ها میگویند، اما انسان های مجرم میگویند، از خداوند تقاضا میکنند که ارجعنا نعمل صالحا، بار الها ما را برگردان به زمین، برگردان به دنیا، قول میدیم نعمل صالحا، عمل صالح میکنیم، دیگه توبه میکنیم، از اونجا خوب عمل میکنیم. لذا بازگشتی نیست. الله میفرماید قبل از اون روز همینجا خودت را چی بکن؟ خودت را درست کن، خودت را اصلاح کن. فاقم وجهک للدین القیم، برای دین قیم یعنی دین توحید، دین استوار، در این دین، در مسیر این دین راست قرار بگیر. اما هر کسی اگر بر نگردد از شرک، بر نگردد از کفر، ادامه بده، ضرر کی میکنه؟ خدا که نمیکنه، خودش. من کفر فعلیه کفره، هر کسی کفر میکند، وبال کفر، جزای کفر علیه بر خودش هست. و من عمل صالحا، هر کسی عمل صالح انجام میده، فلانفسهم یمهدون، اینها برای خودشان به نفع خودشان یمهدون، آمادگی میکنند، یعنی راه بهشت را فراهم میکنند برای خودشون، آمادگی برای بهشت میبینند. هر کسی عمل صالح میکنه، نتیجه خودش میبیند، نفعش را خودش میبینه، به خدا نفعی نمیرسه. هرچی ما عبادت کنیم، اگر تمام جن و انس
سر به سجده بگذارند تا قیامت خدا را سجده بکنند، هیچ نفی به خدا نمیرسه. و اگر تمام کفر و شرک بکنند، یکی به طرف خدا توجه نکنه، هم هیچ ضرر به خدا نمیرسه. هر چی نفع هست ضرر هست مال خودشون. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، این لام لام عاقبت است. بالاخره اگر خوب عمل بکنن نتیجه این میشه، نتیجه این میشه که جزا میدهد الله عزوجل کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده از فضل خودش. ببینید اگر من و شما عمل خوبی داشته باشیم، بارها این مطلب را گفتیم، اگر عمل خوبی داشته باشیم، اگر بندگان خوبی باشیم، خداوند به ما جزای نیک میده. اما این جزای نیک نتیجه اعمال ما نیست. اعمال مگه چیه؟ چقدر هست؟ این نتیجه فضل خداست. خدا اون وقت فضل میفرماید. تا زمانی که فضل الله عزوجل شامل نباشد، اعمال انسان را به جای نمیرساند. درباره اعمال قبلا مثال عرض کردیم که اون عابد بنی اسرائیل 500 سال عبادت را برای در مقابل یک لیوان آب فروخت. لذا من و شما از روزی که به بلوغ رسیدیم تا روزی که از این دنیا میریم، همش در سجده باشیم، همش مشغول تسبیح و تقدیس و شکر و حمد خدا باشیم. فقط نمیتونیم جبران بکنیم همه نعمت چشم را، نمیتونیم جبران بکنیم این نعمت عقل که خدا به ما داده. لذا اون چی که عمل میکنید فکر نکنید نتیجه عمل شما بهشته. نه، نتیجه عمل اینه که خدا از شما راضی میشه که شما عمل کردید، بعد فضل میکند به شما بهشت میده. لذا الله میفرماید لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تا که جزا میدهد الله تعالی آنهایی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، من فضله، از فضل خودش، از لطف و احسان خودش. انه لا يحب الكافرین، همانا علت اینه که اون ذات دوست ندارد کافران را، اونهایی که انکار میکنند، کفر میکنند. و من آیاته ان يرسل الرياح مبشرات لیذیقکم من رحمته، این دلیل 11 است. ببینی خدای تعالی چه احساناتی بر شما داره، چه الطاف و انعاماتی بر شما عنایت فرموده. از آیات دیگر پروردگار این هست که ان یرسل الریاح مبشرات، بادها را برای شما میفرستد. این بادها بشارت دهنده هستند. ببین باد، نسیم ملائمی که میوزد، این پیشا پیش بشارت بارانی پشت سرش را میداد. لیذیقکم من رحمتی، تا که خدای عزوجل از رحمت خودش شما را بچشاند. باد چندین فایده داره، بعضی را الله تعالی بیان فرموده. خیلی از فواید باد هستند که انسان بعضی ها را متوجه هست، بعضی ها را متوجه نیست. مثلا یکی از فواید بادها اینه که ابرها را میارند، باران میاد. دیگه از فواید باد این هست که ولتجری الفلک بامره، کشتی به امر پروردگار در دریا جاری میشه. در گذشته کشتی ها بادبانی بودند، موتوری نبودند مثل امروزه. بالاخره وقتی که باد میوزید در جهت موافق باد کشتی را میبردند، میرفتند سفر میکردند، حمل و نقل انجام میدادند، ماهیگیری میکردند، نیازهای دیگری که داشتند. امروز هم گرچه کشتی ها موتوری هستند، اما بدون اینکه در جهت موافق باد برند نمیتونن کاری دیگه بکنه. یعنی وقتی باد از سمت مخالف باشه، کشتی گرچه موتوری زیاد نمیتونه بره، فشار میاد. بالخصوص وقتی شدید بشه دیگه کشتی ها توقف میکنن، پس از جهت مخالف را نمیروند.
امروز هم با وجودی که این سیستم های جدید را افتادن، باز هم کشتی ها در جهت باد می روند. پس این منفعت دیگری از باد هست. چندین منافع از حالا امروزه دانشمندان میگویند که باد گاهی برای محیط زیست هم زیاد مفید هست. گاهی بادها وقتی که باد نباشد حشرات زیاد میشه، انسانها اذیت میشوند. باد که هست همه حشرات را، بسیاری از کنم که میکروب ها را از بین میبرد. منافع بسیار زیادی برای زندگی تمیزتر انسان دارد. باد میوزد، هوا هم خنکتر میشه، گرمی از بین میره، چندین منافع. لذا الله میفرماید ولتبتغوا من فضله، تا کشتی جاری میشه به امر خدا، تا که از فضل الله شما بطلبید. فضل الله چیه؟ همین تجارت. معلوم میشه که این دریا بیشترین منافع مادی را برای انسان ها داره. از طریق دریا کسب و درآمد هست. امروز هم شما نگاه بکنید، کشورهای غنی هستند و کشورهای ثروت و سرمایه بهتری دارند که دریا دارند. اونایی که دریا ندارند سعی میکنن به طریقی به دریا وصل بشن. تمام کارهای بزرگ تجاری دنیا، تمام حمل و نقلهای بین المللی به وسیله همین دریاست. پس دریا از همون ابتدا، نه اینکه امروز انسانها یاد گرفتند، از همون ابتدا خداوند عزوجل دریا را به عنوان یک منبع درآمد معرفی می کند، یک مسیر رزق و روزی معرفی می کنند. ولتبتغوا من فضله. پس این همه نعمت ها را کی میده؟ الله میده. از شما چه انتظاری دارد؟ ولعلکم تشکرون، تا اینکه شما بندگان شاکری باشید. خب حالا بعد از اینکه این دلایل را الله بیان فرمود، بشارت برای مؤمنین و تخویف برای مشرکین. ببینید در امتهای گذشته، ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم، همانا ما فرستادیم قبل از شما رسول زیادی، پیامبران زیادی به سوی قومشان. فجاءوهم بالبینات، اون رسول آمدند، پیامبران آمدند، همراه با دلائل آمدند، همراه با بینات و معجزات آمدند. فانتقمنا من الذین اجرموا، از اون انسان هایی که جرم کردند، شرک کردند، با انبیا دشمنی و مخالفت کردند، ما از اونها انتقام گرفتیم. این تخویف برای مشرکین و تبشیر برای مؤمنین. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، حقی دارند بر ما که مؤمنین که ما اونها را یاری کنیم. اما این حق وجوبی نیست، بر خدا واجب نیست ما را کمک کند، اما لطف می کند، فضل می کند. لذا حقا علینا اگر رویش ننوشته در قرآن شما بنویسید تفضلا، یعنی چی حقی هست؟ فضل خداست، نه که حق لازم و واجبه. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، اون دلیل 11 بود درباره باد. این هم 12 است درباره باد. این با توضیح بیشتر و بعضی از ابعاد دیگر. الله الذي يرسل الرياح، الله آن ذاتی است که بادها را می فرستد. اونجا مطلقاً منافع باد، اما اینجا در یک جهت. فتثیر سحابا، یعنی تحریک می کند ابرها را. فیبسطه فی السماء کیف یشاء، ابرها را در آسمان منتشر می کند همانگونه که می خواهد. و یجعله کسفا، بعدا این ابرها را چی می کند؟ انبوه می کند، سر به سر می کند، ته به ته می کند، تکه تکه می کند، یعنی اینها را با هم قرار می دهد. فتر الودق یخرج من خلاله، می بینی قطره باران را یا قطرات باران را که از خلال این ابرها و از میان وسط ابرها خارج میشه. فاذا اصاب به من یشاء من عباده، حالا همین قطره باران
وقتی که برسد به هر کسی که از بندگانش بخواهد اذا هم یستبشرون، در این هنگام همه شاد میشند، خوشحال میشند. و این کانوا من قبل ان ینزل علیهم، گرچه قبل از این که باران نازل بشه ببارد بر آنها، لمبلسین چی بودند؟ ناامید بودند. اما حالا ببین خوشحال میشن. این تمام از آثار قدرت الله است به وسیله وزش این بادها. فانظر الى آثار رحمت الله، حالا ببین آثار رحمت الهی را که کیف یحیی الارض بعد موتها، این زمین را بعد از مردنش یعنی بعد از خشک شدنش چگونه زنده کرد. همان گونه که این زمین را زنده کرد. ان ذلک لمحیی الموتى، قیاس بسیار زیبایی هست. این ذات زنده کننده مرده ها هست، مرده ها را همین ذات زنده میکنه. همونطور که این زمین خشکیده و زمین مرده را زنده میکنه، انسان های مرده را هم زنده میکنه. نه تنها میتونه انسان زنده بکنه، و هو علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی قادر هست. الله تعالی هر توانایی را دارد. لذا چرا به عظمت خدا، به قدرت خدا شما پی نمیبرید؟ به این نعمت هایی که خدا بر شما عنایت میکند متوجه نمیشید؟ باز هم باوجود این شرک میکنید. ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. الله تعالی میفرماید این سرزنش است. اگر ما بفرستیم باد ببینند همه چیز را که زرد شده، یعنی باد همه را از بین ببرند، همه شادابی را، سرسبزی را، آبادی را، گاهی باد به عنوان عذاب هم میاد، همیشه باد به عنوان رحمت نمیاد، همین یک باده، گاهی عذاب میشه گاهی رحمت میشه. مثل باران رحمت است اما گاهی عذاب هم میشه. لذا اگر ما بفرستیم بادی که ببینن مصفرن زرد شده همه جا را خشک کرده، لظلوا من بعده یکفرون، اینا بعد از اون چی میکنند؟ کفر میکنند، ناسپاسی میکنند، شکایت میکنند. لذا منظور اینه که همه تصرفات به دست الله است، خیر و شر به دست الله است. آبادی میاره یا خشکی و قحطی میاره، شادابی میاره یا پریشانی و غم و گرسنگی میاره، همه به دست الله عزوجل است. اما انسان ها متوجه نمیشوند، بالخصوص مشرکین کفار. این دلائل وقتی که برایشون گفته میشه اونها اصلا حالیشون نیست. اینجا خدای عزوجل پیغمبر را تسلی میده که ای حبیب من، این هم مثل قبلا ما این را در سوره نمل خواندیم، همین آیه شبیه این آیه، این هم مثل مرده ها هستند. این کفار مثالشون مثل چی هست؟ مرده ها هست. تو نمیتوانی مرده را بشنوانی، یعنی اینها حالی نمیشند، اینها متوجه نمیشند، اینها دعوت حق را نمیفهمند. فانک لا تسمع الموتى، شما نمیتوانی بشنوانی مرده ها را. یک تشبیه، اول اینا را تشبیه داد به مرده، یعنی همونطور که مرده ها نمیشنوند این کفار هم دعوت شما را نمیشنوند. تشبیه دوم خدا تشبیه میده به انسانی که ناشنواست. ولا تسمع الصم الدعاء، نمیتوانی بشنوانی صم را. صم چی هست؟ ناشنوا. صدای خودت را، الدعاء صدای خود را به اون نمیتوانی بشنوانی، بالخصوص وقتی از پشت صداش بکنی. اذا ولوا مدبرین، برگردن در حالی که به شما پشت بدن. من قبلا هم عرض کردم گاهی روبرو با یک ناشنوا صحبت میکنی، به او میگه آب میخوام، خب اون از لبت تشخیص میده چه میگی، لبخانی میکند. اما رویش به طرف شما نباشد، برعکس باشه، پشتش به شما باشه، شما هر چی بگی آب، نان، فلان، اون میشود، او هیچ چی نمیفهمد. پس مثال این کفار مثل اون کری هست، ناشنوایی هست که پشتش به شما هست،
او هیچی متوجه نمیشه. یعنی ای رسول من هر چی که برای اینها تبلیغ بکنی اینها متوجه نمیشن، نمیشنوند. بله. و ما انت بهادی العمی عن ضلال. این سومین تشبیه است. اول تشبیه داد به مرده، دوم تشبیه داد به انسان ناشنوا، سوم تشبیه میده به کور نابینا. نمیتوانی راهنمایی کنی. حالا نابینا که میشنود، ولی اون را راهنمایی بکنی، نشان بدی اونجا را ببین، از اونجا به چپ بپیچ، از اونجا، او نمیبیند، او راهنمایی نمیشه. و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم. نیستی تو راهنمای نابینا به دلیل عن تعلیلی است، به دلیل گمراهیش. پس چه کسی این مطالب توحیدی را میفهمد، چه کسی حالی میشه؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. تو نمیشنوانی مگر کسانی را که به آیات ما ایمان میآورند. فهم مسلمون، اونها تسلیمند. یعنی فقط اهل دین، اهل اسلام، مؤمنین را میتوانی بشنوانی و متوجه کنی. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف. این البته به دو صورت خوانده میشه، من ضعف، ضعف، هر دو صورت، هر دو قرائت هستند. این دلیل عقلی 13 هست در این سوره مبارکه که تقریبا آخرین دلیل هست در این سوره. این دلیل انفسی هست، درون خود انسان است. الله تعالی می فرماید انسان خودش را مطالعه بکند. بر انسان هم احوال مختلفی معلوم میشه که این احوال درونی نیست، برونی هست. از بیرون این حالات را کسی میاره، ذات الله میاره. انسان ابتدا وقتی که متولد میشه از مادر در حالت ضعف هست، بسیار ضعیف، حتی نمیتونه بشیند، کم کم قوی میشه، آخر میشیند ولی نمیتونه راه بره، بعد از مدت میتونه راه بره. خلاصه کم 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 این انسان ضعیف میشه قوی، جوان میشه، نیرو داره، انرژی داره، قدرت داره. از ضعف آمد به چی؟ به قوت. اما این قوت و این جوانی هم تا آخر نمیمانه، دوباره پیری میاد، کم کم سستی میاد، کم کم ضعف میاد، پاها سست میشه، کمر انسان ضعیف میشه، خم میشه، لنگ میشه، آخر درست نمیتونه راه بره، دوباره ضعف انسان را میگیره. این احوال متفاوت را کی هست که در درون انسان ایجاد میکنه؟ الله. الله میخواد نشان بده که ای انسان، شما هر چی باشید بالاخره ضعیفی. هیچ وقت به خودت نناز، همیشه به ربت بناز. الله الذي خلقكم من ضعف. الله آن ذاتی است که شما را آفرید، از ضعف آفرید. ثم جعل من بعد ضعف قوة. سپس بعد از این ضعف قرار داد، قوت قرار داد. ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبا. سپس بعد از اون قوت ضعف و پیری را آورد. یخلق ما یشاء. الله هر چی که بخواد خلق می کند. و هو العلیم القدیر. اون ذاتی است هر چیز را میداند و قدرت داره. و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون. حالا بعد از اینکه این همه دلایل بیان شد، خدای تعالی تخویف بیان میفرماید، تخویف اخروی. الله میفرماید روزی که قیامت برپا میشه، قیامت قائم میشه، مجرم هایی که قیامت را قبول نداشتند اونجا سوگند میخورند، سوگند میخورند که در دنیا و در برزخ غیر از 1 ساعت بیشتر نماندند. و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون. روزی که قیامت برپا میشه، قیامت قائم میشه، سوگند میخورن مجرمان که چی؟ ما لبثوا غیر ساعه. غیر از 1 ساعت بیشتر نبودند. کجا نبودند؟
بعضی میگن در دنیا مراد است. بعضی چی میگن؟ در دنیا، یعنی قسم میخورن ما در دنیا فقط 1 ساعت بودیم. حالا متفاوتند. بعضی میگن قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. بعضی میگن 1 روز بودیم، بعضی میگن نه نصف روز بودیم. اینا میگن ما لبسوا غیره ساعه، 1 ساعت. یعنی چنان تمام زندگی 80 ساله 90 ساله 100 ساله دنیا فراموش میشه. بعضی میگن ما لبسوا یعنی در برزخ، در قبر. ببین با وجودی که در برزخ برای مجرمان عذاب بوده، کسی که در عذاب و در شکنجه باشه زودتر میگذرد برای یا دیرتر. با وجودی که در شکنجه بوده، حالا انسان ها در قبر چقدر بودن متفاوته. بعضی انسان ها هستند که 5000 سال پیش مردند، هنوز اونا در عالم برزخ و قبر هستند. بعضی ها 1000 سال پیش، بعضی ها 100 سال پیش. خلاصه بعد از این که ما هم میمیریم تا قیامت برپا میشه، خدا میدونه که چند سال در برزخ هستیم. این عالم بین عالم دنیا و عالم آخرت را چی میگن؟ عالم برزخ، که ازش به عالم قبر هم یاد میشه. خب ما در قبر و در برزخ انسان ها زیاد میمانند، اونقدر در دنیا نمیمانند که حالا مردمانی که 1000 سال پیش زندگی میکردن فوقش 100 سال عمر کردن روی زمین، 200 سال عمر کردن، ولی تا حالا 1000 سال گذشته هنوز در برزخند. پس ماندن انسان ها در برزخ بیشتر است از ماندنشون در دنیا. ولی با وجود این میگویند که قسم میخوره یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. 1 لحظه بودیم اونجا، با وجودی که اونجا سخت گذشته باز هم. چرا؟ چون وحشت قیامت، الله نجات بده، خیلی سخته. كذلك كانوا يؤفكون، این گونه اینها از حق برگردانده می شدند، به انحراف کشیده می شدند. وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اما اونجا کسانی که صاحبان شریعتن، صاحبان علم هستند، صاحبان ایمان هستند، مؤمنین، به اونها میگن لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث. نه، 1 ساعت نبود. شما بر اساس تقدیر الهی یا بر اساس اون چی که در کتاب الهی نوشته شده، از اون روزی که مردید تا یوم البعث که 1000 سال گذشته، شما در قبر بودید، شما در برزخ بودید. فهذا یوم البعث، حالا ای مجرما این همون روز بعث است. الان که زنده شدی، الان که چشم دوباره باز شد، شما به یوم البعث آمدید. ولکنکم کنتم لا تعلمون، اما شما بودید نمیدانستید. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، الله می فرماید اون روز روزی هست که نفع نمی رساند به کسانی که ظلم کردند. معذرت خواهیشان هیچ فایده ای ندارد، هیچ نفعی ندارد. ولا هم یستعتبون، و به اونها مهلت توبه داده نمیشه. معذرت خواهی، ببینید یعنی موقعیتی که اونجا معذرت خواهی کنن، توبه بکنن تا پذیرفته بشه، چنین موقعیتی داده نمیشه. چرا؟ چون اونجا جای توبه نیست، جای معذرت خواهی نیست. جای معذرت خواهی کجاست؟ دنیاست. در دنیا ما می توانیم از خداوند طلب چی بکنیم؟ رفع عتاب بکنیم. استعتاب به معنی چیه؟ همون طلب عتاب. در دنیا میتونیم رفع عتاب بکنیم، یعنی خدای ما را عذاب نده، با توبه خودمون، با رجوع صادقانه، با ایمان، با سجده خدا. پس اما در آخرت به هیچ کسی این فرصت و موقعیت معذرت خواهی داده نمیشه، توبه داده نمیشه. چرا؟ فانه لیس اوانه، اونجا جای توبه نیست. اون زمان توبه نیست. زمان توبه کی هست؟ زمان عذرخواهی کی هست؟ قبل از مرگ هست، در دنیا هست.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ببین قرآن همه چیز را شفاف واضح بیان کرده. حالا الله تعالی درباره خود قرآن، فضیلت خود قرآن میفرماید ولقد ضربنا للناس، ما برای مردم هر مثلی را زدیم، یعنی بیان کردیم. در این قرآن هر مثلی، هر صفتی، هر مطلبی که بفهمند. اما عناد این مردم را ببین، عناد مشرکین. ولئن جئتهم بآیة، اگر شما معجزه برای اونها بیارید، آیه‌ای که اونها میخواهند بیارید، لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون. باز هم کفار چی میگن؟ نیستید شما، یعنی هم پیغمبر و هم پیروان پیغمبر مراد است، پیغمبر و مؤمنان، نیستی شما مگر بر باطل. یعنی هر معجزه که اونها حتی میخواهند، معجزه مقترحه و مطلوبه را بیاری، بازم همین خواهند گفت. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. این علت است. چرا اینطور میگویند؟ به علت اینکه خدا مهر زده بر دل کسانی که نمیدانند، ایمان را نمیدانند، توحید را نمیدانند، خدا را نمیشناسند، مهر جباریت خوردند. فاصبر در پایان سوره بعد از 13 تا دلایل عقلی به پیغمبر محبوبش تسلی داده، ای پیغمبر من صبر کن، ان وعد الله حق، وعده الهی حق است. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، شما را نلغزاند کسانی که یقین ندارند. چطور نلغزاند؟ منظور اینه که شما را به تعجیل، عجله وادار نکند تا راه خفت و راه بی صبری را اختیار کنید. حالا میتونیم ولا استخفنک به معنای مرادی بگیریم، نه معنای لفظیش، که شما را بی صبر نکند. اصل تفسیر مدارک نوشته لا یحملنک هؤلاء، این مشرکین الذین لا یوقنون بالآخره، کسانی که نسبت به آخرت یقین ندارند، شما را اینات باعث نشوند علی الخفة والعجلة فی الدعاء علیهم بالعذاب، یعنی راه سبکی را بگیرید، دعا برای عذابشون بکنید. نه، بلکه شما متانت و سنگینی و وقار خودت را حفظ کن، اینها شما را نلغزاند، اینها شما را به تعجیل وادار نکند، کسانی که لا یقینون، یقین ندارند. خب این سوره مبارکه روم بود که در این سوره شما دلائل را خواندید، دلائل عقلیه را خواندید. همش دلائل عقلیه 13 تا دلیل آفاقی بود درباره زمین و آسمان و بر و بحر و عرض به خدمت شما درون انسان، حتی قوت و ضعفی که در درون انسان هست، بادها و بقیه نعمت هایی که الله داره. حالا میخوانیم سوره